با مقصدی در روزهای تعطیل زمستانه به ورزش جلب نمودن خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه باباجان غفورов با تشبث شعبه معارف و مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 2 این ناحیه در جماعت خیستورز اسپارتاکیاد ورزشی خوانندگان از روی 4 نمود ورزش برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی از همه جماعت‌های ناحیه فعالانه اشتراک نموده در نمودهای ششکای شاهمات و والیبال و بسکتبال ملکه مهارت خود را نشان دادند. در نمودهای ششکای شاهمات نزدیک 100 نفر و در نمودهای والیبال و بسکتبال 26 دسته خوانندگان فعالانه اشتراک نموده ملکه مهارت خود را نشان دادند. در نمود والیبال خوانندگان مکتب برای خوانندگان بالیاقت جماعت خیستورز مهارت بلند نشان داده همه حریفان خود را مغلوب نمودند و صاحب جای اول گردیدند. در نمود بسکتبال گرفتن مقام اول به دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 جماعت اونجی میسر گردید. در نمود ششکبازی خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 جماعت خیستورز صاحب مقام اول شدند. ورزشکاران مکتب برای خوانندگان بالیاقت در نمود شاهمات نیز زینه فخری یکم را صاحب کردند. مورد به ذکر است که در این چهاربینی ورزشی خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 رقم 10 و رقم 22 جماعت یووه و دسته های مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی رقم 8 جماعت افچ قلعچه و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 جماعت زرزمین نیز فعالانه اشتراک کردند. همه ساله چون انعنه در ناحیه ما در وقت تعطیل زمستانه مسابقه ها آید به شاهمات، ششک، والیبال، بسکتبال گذرانده می شود. امسال من در مسابقه شاهمات اشتراک کرده در بین دختران جای اول را سزاوار گشتم. من می خواهم که همه خوانندگان و جوانان در وقت خالیگیشان وقتشان را بیهوده صرف نکرده به مسابقه ها مشغول شوند. مورد به ذکر است که اسپارتاکیاد مذکور در ناحیه باباجان غفورov همه ساله در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته در ترغیب طرز حیات سالم زمینه میگذارد. در مراسم جنبست این چهاربینی ورزشی نمایندگان شعبه معارف و رهبریت مکتب ورزشی رقم 2 ناحیه باباجان غفورov اشتراک نموده غالبان و جایزه‌داران را تبریک نمودند و به آنها مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای را در فضای تنتنوی تقدیم کردند. مورد به ذکر است که دسته‌های غالب این چهاربینی ورزشی در اسپارتاکیاد ولایتی اشتراک نموده ناحیه باباجان غفورov را معرفی می‌نمایند.